سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. تو این ویدیو قرار هست برای اولین بار داخل چنلم در رابطه با همستر صحبت کنم. اگر دوست دارید در رابطه موضوعات بیشتر براتون ویدیو بذارم حتما کامنت بذارید. طبیعتا میتونم از این طریق متوجه بشم که این موضوعات رو بیشتر دوست دارید. میتونم ترفنده و تریکایی که بلد هستم و داخل این بازی به شما یاد بدم. اما داخل این ویدیو قرار هست خیلی خلاصه به شما عزیزی که برای اولین بار هست دارید با این موضوع آشنا میشید بهتون بگم چه جوری میتونید در عرض 10 روز به بالای 1 میلیون پروفیت برسید و سریع ترین راه حلی که وجود داره چی هست. مهمترین کارتایی که داخل همستر شما در حال حاضر خواهید داشت چه کارتایی هستن، از چه کارتایی میتونید سریعتر استفاده بکنید برای رسیدن به پروفیت بیشتر و در نهایت سکه بیشتر. الان ما وارد بازی که شدیم 5000 تا سکه داریم، 5100 تا سکه داریم و حالا یه سری آیتمایی که این بالا داریم. دیلی یعنی یه مینی گیم داریم که حالا کلید بهمون میده، کلیدشو نمیدونیم فعلا چیکار میشه باشه انجام داد. یه دیلی کمبو داریم، یه دونه دیلی ریوارد داریم، یه دونه دیلی حالا اون کد مرسیه که میزنم. ما سعی میکنیم اول از همه این ستا رو بزنیم و بعد وارد مرحله بعد بشیم. برای دریافت حالا اون 5 میلیون امروز حالا طبیعتا خب من نمیدونم که امروز این برای شما چه حالته هست. شما باید داخل روز خودتون این کار انجام بدید و ببینید که چه کارتایی میتونید باز بکنید. داخل روزی 8 مرداد که دارم الان براتون ویدیو رو میگیرم، کارتایی که بعد 5 میلیون رو برای شما فعال میکنه این کارت ها هستن که البته معلوم نیست اینجا من بتونم اینها رو باز بکنم یا خیر. اول از همه به شما میگه که یه سری مراحل رو باید ارن بکنید، یعنی یه سری کلیپ های یوتیوب رو شما رو چک کلیک میکنید و نیازی نیست ببینید، فقط رو چک کلیک میکنید و بک میدید. بعد از 1 ساعت میتونید که برگردید و این 100,000 تا رو بگیرید. رو دیلی ریوارد کلیک میکنید، کلیم رو میزنید. داخل چنل هایی که میگه میتونید عضو بشید یا جوین بشید، اما خب من جوین نشدم و حالا شما میتونید جوین نشید. در نهایت شما اینجا چک رو فقط کلیک میکنید تا بتونه به شما حالا این مقدار سکه‌ای که مشخص کرده رو بده. اینجا صرافی رو بینگ ایکس میذارید، حتما گودلاک رو کلیک میکنید، دوباره برمیگردید اینجا و میتونید که این رو هم کلیم بکنید. 1 نفر رو باید دعوت بکنید. توضیح دادم برای دعوت کردن نیازی نیست کسی رو بخواید پیدا بکنید. ما کافیه فقط برای گرفتن این مورد وارد گوگل بشید و سرچ بکنید خرید رفرال همستر و سایتایی که براتون میاد. هر یه نفر حدوداً 25000 تومان از شما میگیرن و جوین میکنن. خب طبیعتاً عددیه که شما میتونید برای یه سری از کارتایی که حالا همه تقریبا داریم میبینیم که اومدن به همستر رو نصب کردن، اما از این طریق سایت ها شما میتونید که این کد رفرال رو بدید و اون لینک رو که دادید برای شما ثبت نامی ارسال میشه. بعد از اون شما حالا الان در حال حاضر 20000 تا سکه دارید. بریم که ببینیم که کد مرس امروز چی است. برای کد مرس فقط کافیه شما وارد سایت هایی بشید که حالا از داخل تلگرام هم میتونید این کار انجام بدید. وارد یه سری سایت میشید که به شما کد مرس رو میدن. امروز کد مرسی که قرار هست وارد بشه به این شکل هست: خط نقطه نقطه نقطه. خب همونجور که میبینید الان به من حدوداً 1 میلیون سکه داد و من لول اپ شدم به لول 5. دیلی کمبو امروزم برای که بخواید دریافتش بکنید کافیه که داخل یه سری چنل تلگرام هست میتونید استفاده بکنید. 3 تا کارت هست برای امروز. این کارتایی هستش که من دارم الان نگاه میکنم، اما ممکنه برای شما کارتا متفاوت باشه. اولیش این کارت هست 17000 تا حدوداً از شما میگیره. دومیش NFT متاورس هست. برای NFT متاورس شما میبینید که نوشته باید X لول 7 بشه. خب ما الان اینجا این لول انجام شد و الان ما میتونیم این 500,000 تا بدیم. کارت بعدی و کارت آخر برای دریافت این 5 میلیون NFT کالکشن لانچ هست. مارجین تریدینگ بعد حالا 100Xش لول 10 باشه. ما برمیگردیم اینجا و داخل حالا مارجین همونجوری که میبینید 100Xش نوشته برای دریافت شورت اسکویز باید بگیم لول 3 باید باشه. برگردیم شورت اسکویز اینجا نگاه بکنیم ببینیم شورت اسکویز دقیقاً چقدر از ما میخواد. خب شورت اسکویز همونجوری که نوشته باید 3 نفر رو اضافه بکنید. ما الان اگر دقت بکنید اینجا ما لنگ 3 نفر آدمیم. خب یا شما بین این 3 نفر آدم پیدا میکنید یا از طریق این سایت هایی که بهتون معرفی میکنم و لینکش رو داخل این پایین میذارم میتونید که برید و این رفرال حالا افرادی که دارید یا ندارید رو اضافه کنید به ادفرند همسترتون. در نهایت این کارت برای شما باز میشه بعد از حدودا نیم ساعت تا حدودا 1 ساعت شما این تعداد رفرال یا اون زیر مجموعه رو دریافت میکنید. خب اما اگر بخوام کارت های مهم داخل این بازی رو بگم در آخر این ویدیو میتونم به این اشاره بکنم. ما برای شروع
و اینکه بخوایم ببینیم زیر 10 روز چجوری میتونیم این مقدار پروفیت برسیم، یه سری کارتا خیلی مهم هستن. من سعی میکنم اسم این کارتا رو داخل دیسکریپشن برای شما قرار بدم و شما سعی بکنید نسبت پروفیت به سکه‌ای که دارید خرج میکنید رو رعایت بکنید. به ازای هر 1 میلیون اگر 3000 پروفیت به شما بده عدد خیلی خوبیه. اما الان بخوایم خودمون با این 1 میلیون تقریبا کمتر دیگه 500,000 تا بخوایم پروفیتمون رو افزایش بدیم، چه کارتایی رو می‌خریم؟ با من همراه باشید که ببینیم که داخل این 500,000 تا سکه‌ای که داریم ما چقدر میتونیم این پروفیتمون رو اضافه کنیم. الان حدوداً 4,000 تاست. بریم که ببینیم که چقدر میتونیم پروفیت اضافه کنیم. اول از همه ما اگه دقت بکنیم داخل قسمت نیو کارت اسپشیال بهترین کارت‌ها اینجا وجود دارن. خب ما اول از همه برای اینکه بخوایم پروفیت رو سریعتر افزایش بدیم دنبال یه کارتی می‌گردیم به نام یوتیوب 25 میلیون. این کارت اول میگیریم. چرا؟ چون خب نسبتش معقول به صرفه تره. خب این کارتو که خریداری کردی دوباره بیایم پایین. اینجا یه کارت داری تحت عنوان وب 3 حدوداً 11,000 تا شما پرداخت میکنید و 1,500 به شما پروفیت میده. برمیگردید داخل قسمت نیو کارت. دوباره کارت بعدی که باید بخرید این کارت هست. دقت کنید این کارت ها بچه‌ها برای شروع بازی نیاز هست و الان شما شاید اگر پروفیتتون خیلی بالاتر هست این کارت ها براتون دیگه ارزش خرید نداشته باشه. در نتیجه این کارت ها برای شروع بازی خیلی مناسب تر هست. بعد از اون وارد قسمت حالا مارکت میشیم. کارت پایین در واقع این کارت رو خریداری میکنید شما. بعد وارد این قسمت میشیم. این 25,000 تا و 1,500 هم دوباره خریداری میکنید شما. میگردید تو تب اسپشیال یه سری کارت ها دوباره بعد اینجا خریداری بکنید. کارت اول این کارت هست. 18,000 تا سکه میدید. صبر میدید. اینجا دوباره میتونید این کارت رو دوباره خریداری بکنید. این کارتایی هستن که برای شروع بازی خیلی راحت پروفیت شما رو افزایش میدن. کارت بعدی این و کارت بعدی هم این. در واقع این 4 تا کارتای خیلی مهمی هستن. بعد داخل وب 3 اگر شما وارد بشید میبینید که یه سری کارتا هم به شما پروفیت خیلی خوبی میدن. BTC Pairs اگر به لول 10 برسه سکه شما اینجا میتونید بگیرید برای شروع. کارت خیلی مهمیه که اینو باید لول اپش انجام بدیم. حالا این لول اپ رو باید به لول 10 برسونید حتما. میتونید سریعتر این کار رو انجام بدید. خب ما الان BTC لبزمون به این لول رسید. الان کارت بعدی باز میشه. 75,000 تا میدید سکه به شما پروفیت میده. دوباره برمیگرده تو تب اسپشیال دوباره 21,000 تا میدید و این کارت ها رو لول اپ میکنید. دقیقاً دوباره همون 4 تا رو لول اپ میکنید. الان ما 189,000 تا داریم و دوباره باید صبر بدیم. دوباره همین 4 تا رو لول اپ کنیم. این 4 تا خیلی کارت مهمی هستن برای شروع بازی و با کمترین پروفیت شما میتونید بهترین بازخورد رو داشته باشید. در نتیجه باید صبر بدید تا این عدد دوباره بتونید دوباره فعالش بکنید و دوباره این 4 تا کارت رو دریافت بکنید. پس عملاً همونجور که دارید می‌بینید ما کارت خیلی زیادی آپگرید نمی‌کنیم، کارت مختلفی آپگرید نمی‌کنیم. همین چند تا کارت ما داریم هی مدام آپگریدش می‌کنیم. الان دوباره برای من فعال شد. دوباره همین 4 تا رو خریداری می‌کنیم. برمیگردیم دوباره تو تب پی ان تیم. همینجا که میاین این پایین دوباره میتونید این رو 11,000 تا بدید و داخل تب مارکت میتونید دوباره این رو لول اپ بکنید. خب ما الان 92,000 تا داریم تقریبا. یه ست دیگه ما میتونیم اینا رو آپگرید بکنیم و خب به لول بعدی دوباره برسونیم. خب یه کارت دیگه هم اینجا کارت خیلی خوبیه. برمیگردید تو تب اسپشیال نیو کارت اپ سنتر رو دوباره اینجا هم خریداری میکنید. دوباره اینجا من دوباره لول اپش میکنم. شما هم میتونید این رو لول اپ بکنید تا لول 3. لول 3 که رسید دوباره برمیگردید و کارتی تحت عنوان این کارت رو میتونید لول اپ بکنید. همستر این کارت رو دوباره لول اپ بکنید. دقیقاً به همین روندی که من رفتم جلو شما هم دقیقاً به همین روند برید. الان ما دیگه 8,000 تا بیشتر نداریم. پروفیتمون هم تقریباً 46,000 تاست برای شروع و تقریبا اون 200,000 تا هم اگر دریافت بکنیم بعد از 1 ساعت دوباره شما میتونید همین 4 تا رو آپگرید بکنید. اگر دوستان شما جدا از این موضوع کارت دیگه‌ای براتون فعال هست و کارت دیگه رو میتونید از طریق حالا دریافت کردن یه سری رفرال یا اون زیر مجموعه دریافت بکنید، باید بهتون بگم که کارت خیلی بهتر از اینهایی وجود دارن. این برای بیسیک ترین حالت ممکنه که شما به هیچ عنوان هیچ راه حلی ندارید، هیچ فردی هم اضافه نشده، ما از این کارت ها میتونید استفاده کنید. پس در نتیجه توجه بکنید به این موضوع که اگر شما زیر مجموعه دارید میتونید خیلی سریعتر پیش برید. کارت های مهم بازی رو که شما میتونید راحت‌تر به این عدد برسید داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم. لیستی از کارت های هست که شما با سکه خیلی کمتر پروفیت بسیار بیشتری رو دریافت میکنید. پس حتما دیسکریپشن رو چک بکنید، نظراتتون رو کامنت کنید. اگر دوست داشتید ویدیو بعدم براتون درست بکنم حتما داخل کامنت رو بهم بگید. مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودید.
و ویدیو رو حتما لایک بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. من سعی میکنم لیست مسیری از این کارت هایی که شما باید بگیرید تا به اون 1 میلیون برسید داخل دیسکریپشن براتون قرار بدم که بتونید راحت‌تر استفاده بکنید و حالا از این مراحل راحت‌تر بتونید گذر بکنید. اگه کانال منو ساب ندارید حتما سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعد و یک آموزش دیگه فعلا خداحافظ.